سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه بازی دیگه. دوباره دارم ویدیو ضبط میکنم. قبلش تست میگیرم همه چی اوکی یا ویدیو که تموم میشه میبینم مثلا صدا ضبط نشده. سازنده این بازی یعنی تمام عزمشو جذب کرده که فقط اعصاب من یکی رو خورد کنی، چه تو بازی چه تو ضبط صدا. نمیدونم چه مشکلی پیش اومده بود. ما کلی مرحله هم رفتیم بالا. بعد 2 ساعت داشتم همجوری توضیح میدادم، صحبت میکردم. ویدیو تموم شد دیدم اصلا صدا ضبط نشده بود و این اتفاق خیلی بدی بود. امیدوارم این دفعه خیلی اوکی باشه، چون قبلش تست گرفتم همه چی اوکی بود. امیدوارم الان دیگه مشکلی پیش نیاد. بریم برای شروع بازی. از مرحله 10 بچه 9 بود یا 10 بود، همجوری اومدم بالا ضبط کردم قطع کردم تا 34. تا الان همین اول کاری دوباره تو هم برین تو حسابم. خب من مرسی که انقدر هوای منو داری. نمیرسه تا اونجا. مرسی. صافه بچه ها، چیز صاف دیدین مواظب باشین. چرا نپرید؟ بپر خرگوش پدستک. حسابم خورد شد. مرسی. لب بودیم. خب چرا نمیذاری من تموم کنم این بازی رو؟ چرا؟ چه مشکلی داری با هم؟ مشکلتو نمیفهمم. مشکلت با خودت چی بوده که همچین چیزی ساختی؟ مسلما یه آدم معمولی همچین چیزی نمیسازه. فقط کار یه فکر مریضه. هیچ آدم سالمی همچین بازی نمیسازه آقای جف اسکولیان. یا خدا، الان باید به کجا برم؟ خب اونو نگاه بچه منطقه هم میخوام بهتون بگم. اونو که از بالا رفتیم اومد اینجا، اون گردالوهای بالا. این گردالو رو میخوام پایین برم. خب اشتباه رفتم. گردالو پایینیه رو، همین گردالو بالاییه رو که برم اینجا، این بالاییه رو برم به کجا میرسه؟ خب این پایینیه رو باید برم به بالاییه بچه ها. بالایی رو میرم. نگاه پایینی رو برم میره باز جای اونی که، پس بالایی رو میرم. اینو باید پایینی رو برم پس میریم. مرسی. این اسکینش رو قبلا روی آدمه بود، نمیدونم چجوری گذاشتم روی خرگوشه. اگه کسی میدونه تو کامنت ها بهم بگه، نمیتونم عوضش کنم. رو سقفه. برگرد. مرسی. الان میفته پایین. نگاه. مرسی. آیا لذت میبری از بازی؟ خیلی از بازی لذت میبرم. لذتی که از این بازی دارم میبرم تو این 20 خورده سال عمرم نبردم. بچه اشکش در اومد. اشک منم در اومد، اونجوری نیافت. خب اینا نمیدونم چی، یه چیزی هم اینجا پایین داره برق میزنه. میریم. نباید اونو میخوردم. این آبیا بزرگت میکنه، قرمز کوچیک. آبی بزرگ، قرمز کوچیک. میو.
خب کشک منم در اومد. اگه بزرگ شم میتونم بپرم، کوچولو شم. خب یه دقیقه وایستا. اوه دوتا رو بخورم خیلی بزرگ میشم. خب نخور دیگه. میگی باید میگه که فکر کردی بردی گوه خوردی. نوش جونت. سوره اینجا الان مرسی که اینجا نپرید کمکم کرد. خب صاف. الان یهو یک تیغا داره میاد بالا. باید برعکس برم. آره مرسی. وقتی یه لحظه صفحه میلرزه دکمه‌اش برعکس کار میکنه، یعنی به جای که بره راست میره چپ. باید برعکس بگیریم. بچه ها لطفا سابسکرایب کنین، ممنون میشم. یه کمک خیلی بزرگی بهم میکنیم. منی که تازه این کانالو زدم، یک حداقل کمکی میتونین بهم بکنین. یک سابسکرایب، یه دکمه میزنین و حمایتتون رو از من میکنین. مرسی. اینجا یه لحظه داشتم حرف میزدم خوب شد آروم رفتم. چه نمیره؟ نباید برم اونجا. خب فکر کردی بردی گوه خوردی. خب یه دکمه رو باید بزنم. به نظرت کدومه؟ اینجا الان اتفاق میفته. نگاه نیفتاد. مرسی از سازنده بازی. این دفعه لذت بردم از بازیت. بازی خیلی خوبی بود. این اسکین اینو خیلی دوست داشتم اما گشتم نتونستم عوض کنم. مرسی همجا الکی. خب مسلما این مستقیم نمیره اونجا. الان زیرت خالی میشه. نگاه اینو برعکس با برم. مرسی آسون بود. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم دیدین. دیگه واقعا اعصابم نمیکشه. سردرد شدم دیگه، هرس خوردم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اعصابتون تونسته باشم خورد کنم. مرسی که وقتتون رو بهم دادین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما ساب کنین. لایک و کامنت هم دوست داشتین میتونین بذارین. خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. امیدوارم تا برنامه دیگه مراقب خودتون باشین. شما رو به خدای کنار قلبتون میسپارم. تا درودی دیگه. فعلا خدا نگهدار.